قهوه نوعی نوشیدنی رایج است که از دانه‌های بوداده و آسیاب شده گیاه قهوه به دست میاد. گیاه قهوه بومی مناطق نیمه گرمسیری آمریکا و برخی از جزایر جنوبی و جنوب شرق آسیا است. این گیاه از آفریقا به سایر نقاط جهان پراکنده شد و در حال حاضر در بیش از 70 کشور کشت میشه که در درجه اول مناطق استوایی آمریکا، جنوب شرقی آسیا، هند و آفریقا است. هنگام رسیدن میوه، گیاه قهوه دانه‌های قهوه را برداشت می‌کنند و فراوری می‌کنند. دانه‌های قهوه خشک شده به درجات مختلف برشته میشند، بسته به عطر، طعم و نظرهای متفاوت و مورد نظر. درجه بندی‌های پخت مختلفی برای این محصول در نظر گرفته شده. قهوه کمی اسیدیه و میتونه به علت داشتن کافئین بالا موجب تحریک انسان بشه. قهوه عربی شده واژه کفا یا کافاست که در اصل نام منطقه و شهری در جنوب غربی اتیوپیه که گیاه قهوه در ابتدا در اونجا یافت شده. فرهنگ نویسان عرب میگن واژه قهوه در اصل نام نوعی شراب بوده که بعدها نام این نوشیدنی شده و همچنین میگن که ریشه این واژه فعل قها تلفظش هم همون قها میشه، به معنی بی اشتها بودنه. زیرا در گذشته تصور بر این بوده که این مایه میتونه انسان رو بی اشتها کنه. این واژه همچنین از راه زبان ترکی به زبانهای اروپایی هم راه پیدا کرده. چندین دلیل برای نامگذاری قهوه آورده شده که یکی از مشهورترین اونها اینه که این واژه یه زبان اتیوپیایی یا یه زبان آفریقایی دیگه گرفته شده باشه و در اصل نام منطقه‌ای به نام کفا در جنوب اتیوپیه. گمان میره که این گیاه قهوه در ابتدا در اونجا یافت شده که مردم به اون گیاه بن هم میگن. ابو علی سینا حدود 1000 سال قبل در کتاب خود شرح جامعی در مورد قهوه آورده که البته ایرانیان در اون عصر بر آن نام بنو نهاده بودند و ابو علی نیز همین واژه را به کار برده. این واژه‌ای است که هنوز در اتیوپی از اون استفاده میکنند. ابو علی سینا قهوه را به منظور تحریک بیماران افسرده مورد استفاده قرار میداده. دین اسلام نوشیدنی‌های الکلی رو حرام اعلام میکنه و نوشیدنی قهوه به عنوان جایگزینی برای نوشیدنی‌های الکلی استفاده میشه. این نوشیدنی از قرن 13 میلادی بسیار محبوب و مقبول شده و تا اوایل قرن 15 میلادی در مصر، شام و عثمانی بسیار مصرف می شده و در همه این شهرها قهوه خانه هایی برپا شد. مقامات مذهبی در مکه، قاهره و استانبول تلاش کردند تا مصرف اون رو ممنوع کنند. شیخ‌ها بر سر شباهت اثرات قهوه و الکل بحث می‌کردند و برخی به این اشاره می‌کردند که دست به دست کردن قوری قهوه بی‌شباهت به دست کردن پیاله شراب نوشیدنی ممنوعه در اسلام نیست، اما در آخر با نوشیدنی قهوه موافقت کردند. قهوه نهاد جدیدی بود که مردان در آن جمع می‌شدند و به بحث و تبادل نظر و شعرخوانی و بازی‌های مانند تخت نرد و شطرنج می‌پرداختند. اونها به مرکزی برای تجمع متفکران و به صورت ضمنی به رقیبی برای مسجد به عنوان محل ملاقات جمعی بدل شده بود. برخی عالمان دینی معتقد بودند که قهوه‌خانه حتی از میکده هم بدتر است و مقامات هم متوجه شده بودند که این اماکن میتونه تبدیل به لانه‌های فتنه بشه. با این حال همه تلاش‌ها برای ممنوعیت مصرف قهوه حتی با وجود صدور حکم اعدام در دوره سلطان مراد چهارم بین سالهای 1623 تا 1640 میلادی به شکست انجامید. نهایتاً عالمان دینی به اجماع رسیدند که قهوه مباحه. قهوه از دو مسیر به اروپا راه یافت، از طریق تجارت زمینی امپراتوری عثمانی و از طریق تجارت دریایی از بندرهای یمن و شاخ آفریقا و پس از اون قرن 17 گیاه قهوه که با قاچاق دانه‌های بسیار حاصلخیز به کشور هند راه پیدا کرد. در این کشور هم پرورش یافت و تقریباً در سال 1650 میلادی قهوه به کشور انگلستان وارد میشه و قهوه‌خانه‌ها در شهرهای آکسفورد و لندن تأسیس میشن.
کشت گیاه قهوه در انگلستان از همان زمان آغاز شد، اما آفت‌ها و شرایط نامناسب جوی گیاهان قهوه را نابود می‌کرد و انگلیسی‌ها مجبور شدند به جای کشت قهوه به کشت چای روی بیارند. در ابتدا در اروپا به قهوه به عنوان نوشیدنی مسلمانان با دیده شک نگریسته می‌شد. ولی گفته میشه که در حدود سال 1600 پاپ کلمنت هشتم چنان از یک فنجان قهوه لذت برد که انحصار اون در دست مسلمانان رو خطای بزرگ دونست و خواستار تعمید دادن اون شد. نوشیدن قهوه در اتریش پس از شکست حصر وین در سال 1683 در مصادره ذخیره بزرگی از قهوه از ترک‌های شکست خورده افزایش شدیدی پیدا کرد. تا قبل از آغاز قرن 18 میلادی استفاده از نوشیدنی قهوه در سراسر اروپا رایج شده بود و کشورهای اروپایی این گیاه رو به مناطق گرمسیری معرفی کردند تا این کشورها نسبت به کشت و تولید انبوه گیاه قهوه اقدام کنند. در اروپا هم مانند خاورمیانه و ایران قهوه‌خانه‌ها به مکانی برای معاشرت، مطالعه و تبادل نظر درباره موضوعات روز بدل شد. یک شباهت دیگر امکان تبدیل اونها به مکانی برای اجماع عناصر نامطلوب و خرابکاران بود. چارلز دوم پادشاه انگلستان قهوه‌خانه‌ها را مکانی برای ملاقات خائنان و نشر شایعات سخیف درباره اعلیحضرت و وزیرانش معرفی کرد. در قرن 18 قهوه‌خانه معروف پاریس کافه پروکوپ مشتریان ثابتی همچون مارا، دانتون، روبسپیر داشت که در طول انقلاب فرانسه در آنجا برای انقلاب طرح‌ریزی می‌کردند. دانه‌هایی که دم می‌کنید از دانه‌های کوچک شده درخت قهوه که بعد از جداسازی از درخت به شکل که ما می‌بینیم در میاد. بله. قسمت روکش خارجی اون اکسوکارپ، لایه زیرین اون مسوکارپ به نازکی کاغذ و در لایه داخلی پرنچایما نام داره. هسته قهوه از دو بخش تشکیل شده که در کنار هم قرار میگیرن و روی هر کدام رو لایه‌ای پوشونده که اسم زیست محیطی اون اسپر مدرمه، اما به طور کلی در سیستم بازار جهانی به لایه نقره‌ای مشهوره. مرسی که تا انتهای برنامه قهوه با ما بودید. لایک، کامنت، نظرات و سابسکرایباتون خیلی به ما میتونه کمک کنه. ممنونیم که تا این لحظه با ما بودید. شب و روزگارتون خوش، به دوستانتون معرفی کنید.